سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این قسمت از دوره. به این قسمت خب قراره که همونطوری که میدونید این بخش دستبندی پدر رو اوکی کنیم. اینجا خب ما باید عدد بهش بدیم راستیتش و این اصلا کار حرفه‌ای نیست. ما باید بریم اینجا و اون دستبندی رو دونه دونه بهش بدیم هر چی داریم و خودش بتونه انتخاب کنه. حالا بریم سراغش و ادامه کار. خب این الان بعد برید داخل بخش ریسورس ویوز و ادمین و کاتگوری این کریت رو انتخاب کنید و بیاید اینجا. خب اینجا باید الان یک سلکت آپشن من اینجا کنم. از این طریقا اینجا دستبندی پدر دیگه این اینپوتش رو من پاک میکنم و اینجا سلکت میکنم. خب اولین کاری که میکنم باید بیام و به این سلکت هم یک نیمی رو بدم و نیم رو میدم چیزی که داخل این مادادا ما انتخاب کردیم. فکر کنم پرنت آیدی بود. بله میکنم اینجا باید میذارمش، یک کلاس بهش میدم فرم کنترل سلکت شد بخشید با فرم داشت سلکت و اینجا بهش چند تا ولی همجور تستی میدم. مثلا اینجا بدم دیتال رو بهش بدم راک غذا مثلا. خب الان اینو من برم یک نگاهی بهش بندازم. یک ظاهر خیلی خودمونی زشتی داره. خب ما برای این کار میتونیم از یک چیزی استفاده کنیم به اسم selected to. اینجا هست selected to، اگه سرچش کنم selected do و بخش getting start هستش. خب بریم توی اینها. CSS این لینک این اسمش چیه گیتاب رو براتون میذارم، میتونید بیاید اینجا توی پوشه دیست و یک طرف CSS. این دوتا بچه جفتشون یکی هم. خب فقط تنها فرقی که با هم دیگه دارن اینه که این مینه کوچیک‌تر شده است، این نه. یعنی نگاه کنید الان بریم داخلش، این فرم خودش رو حفظ کرده و حجمش 18 کیلوبایته، ولی اینکه یک چیز تک خطی و 15 کیلوبایت فرقی هم نه. اینطوریه. میتونید از این صفحه‌اش استفاده کنید. کسایی که از این قالبی که من گذاشتم استفاده میکنن، این خود این قالب اینجا گذاشته براشون. بخش پابلیک که بیاین، بخش پنل پلاگینز، بخش پنل که بیاین وندورز سلکت تو هم CSSش هست هم JSش و شما میتونید از این استفاده کنید. توی بخش پنل وندورز سلکت تو میتونید از این استفاده کنید. حالا من خودم لینک این کتاب رو براتون میذارم، هم از CSSش استفاده کنید هم از JSش. فول شد مثلا استفاده کنید. اینا همش یکی ها، هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره، فقط و فقط داخل فشرده شدنشه. خب این اول ببینیم اینا اد شده یا خودمون باید ادش کنیم. داخل بخش ریسورس ادمین لیاوت و فوتر برم ببینم. خب مثل این که باید ستشون کنیم. توی بخش
یکی اینا رو کپی کنم. آدرسش رو ببینم. select js. خب حالا همین لینک رو، همین چیزی که واسه js نوشتم رو کپیش میکنم، میارمش داخل هدر. و همین پایین پیستش میکنم. اینجا به جای اسکریپت میزنم لینک و یاردش رو شیت میکنم، میزنم اینجا. احساسی رو به href تبدیل میکنم و ونتورس اینجا به جای js میزنم css. select دو دات این. خب الان همش اوکی و تا آخرش هم پاک میکنم نداده و تمام. حالا کاری که لازم انجام بدم، بیام داخل بخش create. شما همونطور که یادتون باشه تو جلسات قبلی داخل بخش فوتر چیزی ایجاد کردیم به نام scripts. شما اینو میتونید الان داخل این فایل createمون این آخر ازش استفاده کنیم. حواستون هم باشه دیگه حتما این اسکریپتی که استفاده میکنین پایین تر از این همه اسکریپتاتون باشه و که همه این اسکریپت ها اول لود بشن بعد شما بیاین ازش استفاده. خب و اینجا میزنم build بود نه. خب بریم اینجا باز میکنم اسکریپت به این و خب حالا می اینجا دلار میزنم. این روش استفادهشه. اونجا یه دلار میزنیم، بعدش نوع اون چیزی که میخواین رو انتخاب میکنیم. اینجا این چیزی که دارم سلکت هستش، از این سلکت میام نوع اتریبیوتی که دارم میام اتریبیوت نوع تگی که دارم سلکته و حالا اینجا میزنم میگم یک نقطه کانکت کن و میخوام از سلکت استفاده کنم. خب و میریم پایین مش بلاکت باشه. خب و میام اول دایرکتوریش رو مشخص میکنم، میگم که right to left باشه یا RTL و بعد میبینی که پایین تر بهش میگم دراپ داونش اتوبیت باشه، ارزش اتوماتیک باشه، به اندازه صفحه باشه و این رو برابر با ترو میزنم و میزنم میام پایین یک دلار دراپ داون پرنت. خب این رو بهش میگم پرنت باشی تگ پرنت. حالا همه اینا که تمام شد اینجا میام یه خط پایین تر یه دلار میزنم اینجا و بهش اتریبیوت هم رو میدم، میگم از کلاس فرم سلکت باشه دیگه. این چیزی که اینجا استفاده کردیم بعد فرم سلکت هستش. اینجا اینو بهش میدم دات فرم سلکت. اگر آیدی بود اون چیزی که تو CSS من یادم رفت چجوری از آیدی استفاده هشتگ بود کنم، یادم رفت. بله هشتگ بود. آره اینجا دات میزنم و از سلکت رو استفاده میکنم و حساب سلکت و همینطوری سمیکالن میزنم تهش. حالا بریم یه نگاه بندازیم ببینیم چه شد. بزنم بدن توی کار. خب بدن اینجا به ما ارور داد این بخش کنسول
HTML object build بکنم توی ایمپورت کردن اینا خیلی ما داریم یه سلکت تو این ارائه که داد مال ایمپورت کردن سلکت تو بود تو بخش فوتر وندورز خب دوستان من این فراخوانی اینا رو اوکی کنم بعد دوباره ادامه ویدیو رو میریم. خب دوستان من چک کردم بعد قطعا چک کردم من درست ایمپورتش کردم منتها اینجا داخل بخشی که اینا رو میذاریم من اشتباه اینجا نوشتم سلکت اینا رو به جای سلکت باید بزنید سلکت تو یه دو اینجا باید بزنید یه دو هم اینجا و خب وقتی که بیاین اینجا میبینید که اینا رو همه رو داره به ما درست میده گوشای غذا سال و اگر من مثلا بیام یک عنوان دسته‌بندی ایجاد کنم بزنم ماهان پوش ذخیرش کن خب دسته بدن نداره که اینجا باید آیدی ثبت و اینجا همه چیز بود. خب بریم و بخش دسته پدر رو کاملتر اوکی کنیم چیزی که باید بشه اول از همه این که اینجا نباید آیدی قرار بگیره و بخش بعدیش هم اینجایی که باید بشه که چه دسته بندی هایی رو اینجا بیاد و برای ما به کار بگیره. خب توی بخش اولی که ما باید انجام بدیم این که چند تا ریلیشن باید بنویسیم بخش دیوزون که بیام بخش مدل کاتگوری خب از بخش مدلز اپ مدلز و کاتگوری میتونید به این بخش دسترسی پیدا کنید اگه هم اسم همه چیز رو نوشته باشید و خب حالا بریم سراغ ادامه کار اول باید یک ریلیشن بنویسم برای اینکه فرزندهای اون دسته‌بندی رو برای من بیاد و بگیره حالا چه شکلی میاد میگیره این شکل پاپ اف child category و اینجا بهش میگم که چی رو به من ریترن کنه this این خب این child category میتونه که چند تا زیر شاخه باشه چند تا زیر شاخه باز خودش داشته باشه چون قرار 3 سطحی باشه 3 سطحی این چه شکلی مثل دیجیکالا اما از مثلا اگه بیایم بهتون نشون بدم 3 سطحی این شکلیه راست اینجا مرزایی کنه تو بخش دسته‌بندی دیجیکالا که بیاین اگه دقت کنید این دسته‌بندی 3 سطحیه دیگه اینجا مثلا بخش کالای دیجیتال که بیاین این کالای دیجیتال یک فرزند داره به نام لپتاپ باز این لپتاپ چند تا فرزند داره مثلا به اسم لپتاپ ایسوس لپتاپ انوو مکبوک و باز مثلا هدفون داره هدفون بیسیم این الان دسته اول که وارد میشه پدر میشه این کالای دیجیتال دسته بچهش باز میشه این دسته بچهش باز میشه اینجا یعنی اون کالای دیجیتال حکم پدر بزرگ رو داره لپتاپ حکم پدر رو داره لپتاپ ایسوس حکم بچهش رو داره و خب اینم از این بخش و اینطوری میتونیم اوکی کنیم که اون بچه باز خودش چند تا بچه دیگه داره و این رابطه یک رابطه منی تو منیه ببخشید وان تو منیه از منی یعنی این خودش که یک دونه است فرزند یک دونه است باز خودش چند تا فرزند داره از منی فکر کنم خیلی بد توضیح دادم اگه بخوایم بگیم یه قضیهش این شکلی بود که اون لپتاپ لنوو بچه مثلا پوشاک نبود یا بچه نمیدونم موبایل نبود ولی باز بچه کالای دیجیتال بود ولی باز خود لپتاپ ها اون لپتاپ لنوو بود زیر مجموعش ایسوس بود دل بود اچ پی بود این شکلیه تا بریم داخلش متوجهش میشه زومش کنم
خب هزینه. خب بهش میگم که از خود این مدلی که داری بیا و کلاس رو بگیر. میخوام از تابلو تو استفاده کنم و تیبل پرنت آیدی رو بیا بده. پرنت آیدی و آیدی رو بیا اینجا پس بگیر. خب این یه بخشش. و باز دوباره بعد پدرش رو هم بگیریم دیگه. پاپ اف. خب پاپ اف پرنت و خب اینجا بعد بیایم و بهش بگیم ریترن کن برای من و ریترن کن برای من دلار belongs to. این مدش از مدل belongs to ساخته. این که چند تا مدل داره، این چند تا فرزند داره و یک به یک ختم نمیشه. باز خودش ممکنه چند تا دیگه داشته باشه. belongs جلوتر که بریم راحت‌تر متوجه میشید. چون الان یکم دست و پام بسته است. من خیلی از چیزای این دسته بندی مثلا اون ترشدش رو نگفتم و خیلی چیزایی رو من یکم سخت‌تر بهتون توضیح. خب دوباره اینم از همون سلف کلاس میگیریم و اینم بشینم پرنت آیدی و آیدی رو بگیر. فقط اینجا ما چون قراره که از سافتی جلسات قبلی گفتیم قراره استفاده کنیم، میایم و اینجا بهش یک تابعی تحت عنوان ویترشد رو میگیم. از شد من خود PHP رو نمیشناسم، اینا هست. خب و باز دوباره اینم بهش یک چیز دیفالت بهت میدم. بهش میدم ویت. خب و بهش میگم تایتلت اسمت تایتل برابر باشه با دسته اصلی و فقط این رو هم باید داخل یک آرای قرارش بدیم. بله هم داخل یک آرای قرارش بدیم چون دوتا گرفت و الان اینا همش اوکی. و بیایید و اینجا حالا اون بخش فانکشن اصلی رو بنویسیم که کاتگوری ها رو برای ما بگیره. public function get category و داخل یک آرای قرارش بدیم خالی. حالا اینجا ذخیرش کنیم و یک داده کاتگوریز براش بنویسیم که این برابر با خود مدل کاتگوریمون و بودیش برابر با یک بیت از ریلیشن استفاده کنیم. همون ریلیشن این بالا چیه بیارم پایین و بهش بگم وقتی که حالا بزنم یک گت هم بزنم. خب اینو بگیره برامون وقتی که پرنت آیدیش برابر شد با 0. پرنت آیدیش برابر با 0 تو بیاد به ما برای ما بگیره و روش فور ایچ بده. خب دالر کاتگوریز کاتگوری هم میگیریم و میزنیم داخل دالر کات. خب حالا بهش میگیم که به ازای هر دالر کاتگوری که گرفتی برای ما
یا بریزش داخل اره اینجا و داخلش دلار کت 1 رو آیدیشو بگیر. خب و برابر قرارش بده با دلار کت 1 تایتل. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اون اره‌ای که این بالا ایجاد کردیم متغیر اره و داخلش رو خالی گذاشتیم، اینجا اومدیم بهش و مقدار دادیم، گفتیم این کاتگوری هایی که این دسته‌بندی هایی که برای ما گرفتی از اینجا از این مدل یا بریز داخل این اره و اونی که آیدیش برابر بود با تایتلش، آیدی و تایتلش با هم دیگه همخوانی داشتن، حالا بیادش دوباره یه فور ایچ دیگه بزن. انگار الان کاری کردیم که به جای آیدی بیاد به ما اسمش رو نشون بده، اون به جای آیدیش رو برابر قرار بده با اسمش و دیگه به جای آیدیش اسمش رو قرار بده. حالا یک فور ایچ دیگه میزنیم، یعنی سطح اولشه، اون این داخل دیجیتال والی. ما الان این بخش نوار سمت راست رو کلیک کردیم، الان این یک سطحش الان اوکی شد. خب حالا بعد این سطح دوم مثلا این پوشاک مردانه لباس اینا رو اوکی کنیم. هم همین لپتاپ، این مثال بازی لپتاپ و هدفون های پرینتر رو. خب و اینجا میام یه فوریچ میزنم و بهش میگم کاتگوری رو کاتگوری کاتگوری از. خب اینجا بهش گفتم که کاتگوری بچه‌ش رو بگیره، دسته‌بندی بچه‌ش رو بگیره و بریز داخل دادر کت 2. حالا این تو هم دقیقا همینه، دقیقا همین داشتیم، فقط به جای کت 1 کت 2 رو قرار میدیم. کت 2 کت 2. خب فقط باید یه کاری کنیم متمایز شه دیگه. این چیزایی که کت 1 دادیم اون بچه های کت 1 باید با کت 2 متمایز بشن. بعد کافیه که بیایم اینجا یک استینگ ایجاد کنیم داش بزنیم و اینو کانکتش کنیم با این. حالا دقیقا همین کاری که کردیم الان این سطح دومش اوکی شد، این لپتاپ و هدفون اینا الان اوکی شد و حالا میایم اینجا یه فوریچ دیگه میزنیم، فوریچ به هر کدام دادر کت 2 بچه های دادر کت 2 رو یا بچه های روشون رو بگیر و بریز داخل دادر کت 3. حالا میایم اینجا اره رو اینجا استفاده اشتباهی که شد این فور ایچ ها رو بچه حتما داخل همدیگه باید قرار بدین. دیدم این فور ایچ ها حتما باید تو در تو باشن، این فور ایچ ها رو نبندین اینو یه فور ایچ دیگه، همش باید تو در تو باشن. خب و اینجا هم دقیقا همین کارو میکنیم، اینم از سطح سوم به جای کت 2 کت 3 و به جای 3 تا از اینا. این هم از این بخش. حالا ما تا اینجا شو اوکی کردیم، حالا باید بریم داخل بخش کنترلر و این داده کاتگوریز رو بهش پاس بدیم. بخش کاتگوری کنترلر. خب یه بخش کریت اونجایی که میایم اینا رو میایم و از مدل کاتگوری استفاده کنیم و بخش بعد بیت اگر چیزش کنیم با get
و یک سمیکالن باید بذارم. مشکل آبه بود بچه. خب حالا آلت بزن ببینم. نه اوکی همیشه. و حالا اینو بهش پاس میدیم. کامپکت. خب اینم از این بخش. حالا بخشی که باید انجامش بدیم بریم داخل بخش create و حالا این get categories رو ازش استفاده کنیم دیگه. اینجا این به صورت عادی این رو بزنیم دستی ندارد بزنیم و این رو به صورت باید selected قرار بدیم. از اینا رو پاک میکنم، فقط به یکیش نیاز دارم شاک مثلا باشه. یک فوریچ اینجا میزنم بزنم داخل. و حالا اون داره کاتگوری که داخل این کنترلر من اینجا به شتر کامپکت پاس دادم. اینجا میتونم داره کاتگوری از پی ولیو استفاده میکنیم اینجا پی و خب توی اینجا توی به جای پوشاک و از ولیو استفاده میکنم و توی ولیو از کی استفاده میکنم. خب حالا این از بخش سلکت آپشن مونده مونه. خب خب داخل بخش کاتگوری که بریم اینجا بخش پابلیک فانکشن کیت کاتگوری رو به صورت استاتیک پابلیک فانکشن استاتیک اوکی. این که شد گفتش حالا این for each argument باید بگی تایپ array. من ببینم این مشکل چیه. for each کجا این داره همینجا. value categories ببینم یک etiket من این بخش مشکلش رو حل کنم بعد میام بهتون. خب دوستان مشکلش اینجا بود. این مشکل خیلی دو تا مشکل در واقع داره. مشکل خیلی پیش و پا افتاده توی بخش کاتگوری ها. ما آخر نیومدیم این اری رو بفرستیمش با این تابع و یکی این بود که این پابلیک فانکشن بود. ما باید پابلیک استاتیک فانکشن استفاده میکردیم که بریم داخل کنترلر. من حواسم به این قضیه نبود و وقتی که این فور ایچ ها همشون تمام میشه ما باید از این ریترن اری استفاده میکردیم تا اینو پاسش بدیم به اون بر. و یه بخش دیگه هم من یادم رفته بود که از این براکت ها استفاده کنم و اینم از این براکت ها استفاده کردیم الان و گذاشتیمش اینجا. ولی دلار ولی و دلار کی باید داخل این براکت ها باشه. خب و همونطور که میدونید ندارد و ماهان الان اینجا. الان من میگم ماهانو بزنمش عنوان دسته بندی مثلا بزنم علی. عنوان انگلیسی بزنم علی دسته عنوان علی و همچنین رو با عدد نشون. خب من دوباره داخل این بندی پیشگاهی دارم این ویدیو رو پاز بدم. خب من همین که ویدیو رو پاز کردم یادم آمد که ما اومدیم و یک ریلیشن نوشتیم به اسم جایی نگاه کردم یادم آمد ما اینجا 5 کاتگوری نوشتیم و بهش گفتم که تایتل و اینا رو داشته باش به عنوان دیفالت و آیدی رو هم اینور داشته باش. حالا باید بریم اون طرف ازش استفاده کنیم. باید بیایم و بخش لایو وایر توی ریسورس ویوز لایو وایر کاتگوری و اینجا
جای پرنت آیدی باید بهش بگیم پرنت. حالا باید بیاد اینجا. بله، دسته اصلی نمایش میده و این برم ماها نمایش میده. خب حالا این من مثلا ببینیم ویرایشش رو آراسته بشم اوکی نکرد. خب برای این ویدیو خیلی طولانی شد، توی ویدیوی بعدی بخش ویرایش همه اینا رو اوکی میکنیم و خسته نباشید. خدا نگهدار تا جلسه بعدی.